سلام، خوش اومدین. امروز برنامه فوق‌العاده‌ای براتون داریم. مهمان من اخترشناس و اختر فیزیکدان دکتر هیو راز هستن. طی چند هفته اخیر ویدیو کلیپ هایی را از فیلم مستند ایشون سفری به سوی خلقت براتون پخش کردیم. درباره اینکه خداوند چگونه جهان هستی رو آفرید و خیلی دقیق تنظیم کرد، این برنامه رو پخش می‌کردیم. دنیایی که ما درش زندگی می‌کنیم شگفت انگیزه و امروز می‌خوایم در مورد اطلاعاتی صحبت بکنیم که خداوند در پیدایش باب اول و پیدایش باب دوم در کتاب مقدس به ما داده و میخوام بحثمون رو با اولین عبارتی که خداوند در کتاب مقدس آورده شروع کنم. در ابتدا خداوند آسمان‌ها و زمین را آفرید. همین چند کلمه ساده پر از اطلاعات علمیه. میخوام ویدیویی پخش کنم از یکی از دوستان جدیدمون، زبانشناس عبری دکتر والتر کایزر. ایشون خیلی شناخته شده هستن. از ایشون خواستیم که به ما توضیح بدن این کلمات دقیقاً چه معنی میدن. وقتی از زبان عبری ترجمهش میکنیم و به انگلیسی میاریم دقیقاً به چه معنی هستن و ایشون اینطور جواب دادن. با همدیگه گوش میکنیم. ممنونم. متشکرم جان. این واقعا درباره یک آغاز مطلق صحبت میکنه و متن میگه در آغاز. این خیلی خیلی مهمه که هر کسی که به بی‌لغزشی کتاب مقدس ایمان داره درک میکنه که این جاییه که همه چیز شروع شد و در بقیه عبارات آسمان ها و زمین کلمات مقدس هستن که برای جهان هستی به کار میرن. ما بهش میگیم هن دای تیز. هن یک، دای از، تیز دو. پس یک ایده برای دو واژه داریم. جهان هستی با آسمان ها و زمین بیان شده. پس تمام کار و شبانگ در آغاز انجام شد و چه کسی انجامش داد؟ خداوند آفرید. واژه بارا 45 بار منحصرا در کنار خداوند به عنوان فاعل به کار رفته. کلمات دیگه ای هست برای ساختن یا شکل دادن یا چیزهایی از این قبیل، ولی هرگز یک انسان از کلمه بارا استفاده نمیکنه و هرگز از هیچ ماده‌ای به عنوان عاملی در کنارش استفاده نمیشه. پس من فکر میکنم تعهد ما باید به آغاز مطلق باشه که توسط خداوند شروع شد و تمام جهان هستی و میپوشونه و بعد به آیه 2 میره و درباره زمین صحبت میکنه. ولی کاری که پیدایش همیشه انجام میده اینه که اول یک موضوع بزرگ رو در نظر میگیره، همون جهان هستی. حالا در همین حین برمیگردیم روی زمین و اینجا روی موضوع زمین تمرکز میکنیم. بنابراین نه، هر چقدرم که به عقب بریم باز هم در ابتداست و اینجا جاییه که مسیحیان باید خیلی محکم و استوار بیستن و بگن بله در آغاز و این تاریخ کتاب مقدسیه. خب هیو، بعد از شنیدن حرفای دکتر کایزر راجع به پیدایش یک به من بگو چرا اخترشناسی از این حمایت میکنه و خیلی حرفای دیگه هم هست که در واقع میشه زد. ممنون میشم توضیح بدیم. چیزی که دکتر کایزر در موردش حرف میزد و بهش میگیم حکمت یا اصل خلقت از هیچ. اینکه چطور خداوند جهان هستی و از هیچ چیز آفرید. لحظه‌ای که تمام ماده، انرژی، فضا و زمان ناگهان به وجود اومدن و اخترشناسان کشف کردن که این در واقع فهم صحیحی از جهان هستیه. اینکه نظریه نسبیت عام و مشاهدات نظریه فضا زمان همه به یک آغاز و زمان محدود برمیگردن. آغازی که نه تنها شامل آغاز ماده و انرژی میشه بلکه خود فضا و زمان هم شامل میشه. به خاطر نظریه های فضا زمان حتی فیزیکدانان آتئیست پذیرفتن که حتی یک تعبیر دئیستیک از واقعیت هم اجتناب ناپذیره. بله، اینکه خداوند وجود داره و وجود داره. خب به عقب برگردیم. تو قبل از این که این اطلاعات رو مطالعه کنی یک غیر مسیحی بودی و موقعی که شروع کردی به بررسی این اطلاعات یه آغاز مطلق برای جهان هستی نقطه تمرکز علم نبود. اونا با این دیدگاه مبارزه میکردن، به شدت با این مسئله مخالفت میکردن. تو بخشی از شواهد رو به همون نشون دادی، ولی برامون از احساسشون توضیح بده که چرا این همه با این موضوع مخالفت میکردن و بعدشون میومد. خب دو مورد هست. یکی این که اونها متوجه شدن اگر جهان هستی واقعا شروع فضا زمانو داره، پس این به این معنیه که باید عاملی فراتر از فضا و زمان باشه که همه چیز آفریده و این مسلماً به خداوند انجیل اشاره داره که برخی واقعا ترجیح نمیدادن
اینطوری باشه. مورد دیگه ای که اذیتشون میکرد این بود که مقیاس زمانی بیش از حد کوتاه بود و در اون صورت سن جهان هستی فقط چند میلیارد سال میشد و هر تصور و توهمی که زیست شناسان داشتن و اخترشناسان میدونستن اگر فقط چند میلیارد سال باشه پس اون وقت نمیشه تعبیری طبیعی گرا برای منشأ و تاریخ حیات داشت. بله، من هنوزم اون مثال تو رو خیلی دوست دارم که گفتی ستاره ها این پتانسیل رو دارن که 80 میلیارد سال بسوزن، ولی دانشمندان میگن جهان هستی فقط 13.8 میلیارد سال سن داره. پس سر این با هم اختلاف نظر دارن. درست میگم؟ ما هیچ ستاره‌ای که کاملا سوخته باشه و تموم شده باشه نمیبینیم. ما ستاره هایی رو میبینیم که سوختشون تموم شده ولی هنوز دارن خنک میشن. این واقعیتی میتونیم ببینیم هنوز دارن خنک میشن به ما میگه که جهان هستی نسبتا جوانه. خب میرسیم به پیدایش 1. وقتی دیدی کتاب مقدس چطور از کلمه روز در باب 1 استفاده میکنه، به همون بگو چه فرایندی رو طی کردی؟ خب اولین باری که انجیل رو برداشتم خیلی کنجکاو بودم که بدونم این کلمه های روز به چه معنی هستن و از این عبارات استفاده کرده. عصر شد، صبح شد، روز سوم شد، روز چهارم شد و اون ساختار زبانی باعث شد فکر کنم که چرا به همچنین زبانی داره بیان میکنه و وقتی به روز هفتم رسیدم فهمیدم عصر و صبحی وجود نداره. میخوام بگم که روز هفتم در باب 2 توصیف شده، پس خیلی مهمه که متوجه بشیم که داستان در باب 2 آیه 4 تموم میشه و وقتی فهمیدم که عصر و صبحی برای روز هفتم وجود نداره و اون موقعیه که خداوند استراحت میکنه، گفتم این خودش توضیح میده که چرا در عصر انسان گونه سازی خاص و مهمی در حیات نمیبینیم. خداوند دست از آفرینش برمی‌داره وقتی آدم و حوا رو خلق میکنه و بنابراین امروز خداوند در حال استراحته و ما فرایند طبیعی رو میبینیم، ولی در گذشته شواهد فراوانی از مداخله فراطبیعی میبینیم. وقتی داشتیم یه سری برنامه‌ها رو با دکتر کایزر و خودتون میساختیم توی بحث و گفتگو و برنامه‌های دیگه، بعضی از کشیش‌هامون که برنامه رو تماشا میکنن برای ایشون نوشتن. میخوام که گوش بدی. میخوام با سوالی از یک کشیش شروع کنم، چون داریم راجع به تفسیر کلامی پیدایش 1 و 2 صحبت میکنیم و این که معنای واژه روز چیه. ایشون میگن موقع خوندن بعضی از کتابهاتون دکتر کایزر خیلی ناراحت شدم. وقتی دیدم دکتر یک خط مشی از منطق رو انتخاب کردن که ایمان در کتاب مقدس رو ضعیف میکنه ناراحت شدم. این تفسیر مجدد و ضعیف کردن کتاب مقدس به چه دلیلیه؟ ظاهراً برای اینکه کاری بکنن تا انجیل و علم تکاملی زمینه‌های مشترکی با هم پیدا بکنن. این واقعاً به نظرم خجالت آوره. خب به این دوستان چطور پاسخ میدین وقتی که بارها و بارها گفتین که دارین سعی میکنین یه تفسیر کلامی از متن در اختیار بگذارین، جدا از علم؟ دوباره بگین و با قلب این کشیش صحبت بکنید. خب متشکرم جان و متشکرم جناب کشیش. اول از همه به خاطر نگرانیتون برای من، ولی باید بهتون بگم که انجیل منو مجبور به این کار کرد. من فقط دارم سعی میکنم چیزی که متن میگه رو بفهمم. من هیچ دستور جلسه ای ندارم. من فقط میخوام خداوندم و خوشنود و راضی کنم و میخوام کلام اونو از طریق این افراد بشنوم. شما نمیدونین من چقدر انرژی گذاشتم برای درک کل قصد و نیت نویسنده و این چیزیه که مرکزیه. پس وقتی از کلمه روز استفاده میکنه من باید خیلی مراقب باشم و میگم بسیار خوب، آیا نویسنده به من سرنخهای داخلی هم میده؟ او اولین بخش از اینو داره و بله در 1:5 گفته منظورش روشنایی روزه برخلاف شب. بسیار خوب، اینو متوجه شدم. در آیه 1:14 گفته خداوند نورهای بزرگتر و کوچکتر رو برای فصلها، سالها و روزها قرار داد. خب این باید همین چیزی باشه که ما الان داریم، 24 ساعت. بعد همه رو خلاصه میکنه و میگه وقتی او همه این کارها رو انجام داد، یا در روزی که انجام داد که 6 روز پی در پی هستن. خداوند بالاخره کارش رو تمام کرد و استراحت کرد. پس هیچ تفسیر مجددی در کار نیست. من فکر میکنم این خیلی ناراحت کننده است. چقدر حیف. و من میخوام دوباره تفسیر کنم و یا تعبیر خودم رو بکنم و بگم خب روز روزه، من میدونم روز چیه و بگم نظر من راجع به روز باید غالب باشه. نه، این دیدگاه نویسنده از کلمه روزه که باید غالب باشه. شما به یه نکته دیگه هم اشاره کردین که موسی از این عبارت استفاده کرده که 1 روز مثل 1000 سال با خداوند بودن. بله. بسیار خوب. بعضیا میگن ولی اینجا نگفته که 1 روز 1000 ساله.
بله این درسته، دقیقا معادلشو نمیگه، ولی نکته‌ای که من میخوام بگم اینه که در کتاب مزامیر بیش از نیمی از مطلب در مزامیر 150 مثل همون کتاب اصلی قدیمیه. در ترجمه یونانی قرن سوم قبل از میلاد مسیح هم دیده میشه. اونها هم نتونستن بعضی از کلماتو ترجمه کنن و مزامیر 90 تنها مزامیریه که به موسی نسبت داده شده و در اون استفاده از کلمه روز به شکلیه که موسی میگه 1 روز مثل 1000 است. نمیگه 1000 است، در واقع میتونست طولانی تر باشه، ولی تنها نکته که میخوام بگم اینه که نگاه کنین، گوش کنین. این نویسنده که در مشورت با خداوند بوده، کمی انصاف داشته باشید. پس هیچ تفسیر مجددی در کار نیست کشیش عزیز. من میخوام به متن و چیزی که میگه اکتفا کنم، چون این تنها سرنخ من از کلام خداونده. اینجا من میخوام صحبتهای دکتر کایزر رو ادامه بدم و دوستان میخوام کمی با من همراه باشید. در برنامه قبلی گفتیم که طبق لغتنامه عبری انگلیشمن 58 شیوه مختلف وجود داره که کتاب مقدس کلمه یوم رو به کار میبره و یا تعبیر میکنه. چرا این همه معانی مختلف برای این یک کلمه یوم وجود داره؟ این به تعداد لغاتی که در زبان عبری وجود داره مربوط میشه. برای مثال زبان عبری فقط 8700 کلمه داره، در حالی که ما در زبان انگلیسی برای اینکه منظور خودمون رو بیان کنیم بیش از 500,000 کلمه داریم. بنابراین بعضی از کلمات عبری 2 کاربرد یا 3 کاربرد دارن و متن مشخص میکنه که این کلمات دقیقاً چطوری باید تفسیر بشن و همونطوری که گفتم این لغتنامه بهتون 58 شیوه برای استفاده از کلمه یوم میده. بذارین براتون 4 مثال کوتاه بزنم. 8 بار در عهد عتیق کلمه یوم به معنای دوره یا سن ترجمه شده. مثلا در پیدایش 18:11 میگه ابراهیم و ساره پیر و سال خورده بودند در یوم، منظورش سن بالاست. و یا در پیدایش 47:28 به کل سن ایوب اشاره میکنه که در اون یوم به تمام طول عمر ایوب اشاره داره. و یا 4 بار کتاب مقدس کلمه یوم رو همیشه و هر وقت ترجمه میکنه یا به کار میبره. برای مثال کتاب تثنیه 5:29 خداوند میگه کاش که دلی را مثل این داشتن تا از من میترسیدند و تمامی اوامر مرا در هر وقت به جا می آوردند. اینجا هر وقت همون یوم هستش. یک روزیه که میتونه به عنوان تمام طول عمر تعبیر بشه. اینجا در تثنیه 5:29. مثال سوم یوم به معنای فصل هم ترجمه شده. یوشع 24:7 میگه پس فصلهای زیاد در بیابان ساکن می بودید. یوم طولانی، فصلی طولانی که نشون دهنده یک دوره چند ماه هست و 19 بار یوم به معنای تا ابدالآباد ترجمه شده. برای مثال مزامیر 23:6 هر آینه نیکویی و رحمت تمام ایام عمرم در پی من خواهد بود و در خانه خداوند ساکن خواهم بود تا ابدالآباد. برای همیشه نشون دهنده ابدیته. خب هیو، حالا سوال من از تو اینه، اینا 4 مثال هستن از کاربرد یوم و معانی مختلف برای این کلمه در متن انگلیسی ما و وقتی به پیدایش باب 1 میرسیم اونجا 3 یا 4 معنی درست همونجا توی متنه که موسی به عقب و جلو میره. اینو برامون توضیح بده که چیه؟ خب در ابتدا سیاره زمین هست. سطح آبها تاریکه. روز اول خداوند اتمسفر را از نیمه شفاف به شفاف تبدیل میکنه تا نور بتونه عبور کنه و در آیه 5 چی میگه؟ خداوند نور رو روز نامید که اشاره میکنه به زمان بین طلوع تا غروب خورشید. و بعد در روز 4 آفرینش خداوند اتمسفر رو به طور دائم از نیمه شفاف تغییر شکل میده و اعلام میکنه که دیگه کاملا شفافه و برای اولین بار موجودات روی سطح زمین میتونن خورشید، ماه و ستارگان رو ببینن. و صحبتایی هست درباره اینکه خداوند چطور از اون خورشید، ماه و ستارگان به نفع حیوانات استفاده کرد تا فصلها، روزها و ماهها رو نشانه گذاری کنن. در اونجا منظور از روز 24 ساعت است و بعد در پیدایش 2:4 از کلمه یوم استفاده میکنه که به روز ترجمه شده تا به تمام هفته آفرینش اشاره داشته باشه. پس اینجا مثالی است از اینکه این کلمه باید به دوره زمانی طولانی اشاره داشته باشه و چیزی که کایزر میگفت این بود که فقط از لحاظ لغوی کافی نیست که انجیل رو
در نظر بگیریم. باید به معنای واقعی کلمه و به طور مداوم اونو در نظر بگیریم. کدوم یکی از معانی لغوی به ما اجازه میده تا تمام کتاب مقدس رو بدون تناقض بخونیم؟ و برای همینه که من و ایشون این دیدگاه داریم که روز در پیدایش یک و دوره‌های زمانی طولانی باشه. این تنها راهیه که میشه مانع تناقض خود انجیل شد. یه سوال دیگه که اینجا مطرح میشه اینه که چیزی که بهش اشاره کردی استفاده از عصر و صبح در یک روز بود و من از دکتر کایزر خواستم که به همون بگه این چطوری از زبان عبری به انگلیسی ترجمه میشه و میخوام که شما گوش بدین. ادعی میگن هر وقت یوم در کنار عصر و روز به کار بره میتونه فقط به معنی یک روز معمولی باشه، هرگز یه دوره زمانی طولانی نیست. حالا نظر شما چیه؟ خب عصر و صبح، نکته جالب اینجاست که با عصر شروع شده. اون عصر اول از کجا اومد؟ باید از روزی اومده باشه که از قبل نبوده، پس یه اشکالی در شیوه شروع وجود داره و بعد عصر و صبح یک 24 ساعت کامل درست نمی کنن. به هر حال ما سه تا از این عصرها و صبحها داریم: روز اول، روز دوم، روز سوم، قبل از اینکه در روز چهارم خداوند روزها رو بیافرینه. پس اینجا توی دردسر افتادیم و بعد روز هفتم تا زمان حال ادامه داره. عبرانیان 4 میگه که خداوند بعد از کار خلقتش استراحت کرد و در عبرانیان 4 بهش میگه سبت، یک کلمه یونانیه که خداوند دست نگه داشت، یک اتمام کار. از کلمه یونانی استفاده نمی کنم. فارغ شد، آرامی گرفت و 3 بار در متن انجیلی هست که خداوند آفرینش رو متوقف کرد. بین آفرینش و مشیت نشانه گذاری کرد. خداوند روی صلیب ایستاد و گفت تمام شد، به پایان رسید. و بعد در کتاب مکاشفه یک بار دیگه خداوند میگه تمام شد و بین پایان کارش در مشیت و پایان کارش در تاریخ و تمام ابدیت نشانه گذاری میکنه. 3 روز توقف بزرگ و این یکی هنوز ادامه داره. پس در عبرانیان 4 میگه داخل آن آرامی میگردیم. و نکته جالب اینه که در روز هفتم حرفی از عصر و صبح زده نشده. پس بنابراین در 4 یا 5 مورد من فکر میکنم این همون روز 24 ساعت است برای یک هفته. خب خیلی از مردم نمیدونن که وقتی من در دانشگاه تحصیلات تکمیلی بودم سر کلاس درس دکتر والتر کایزر نشستم و اونطوری که توی این ویدیو دیده میشه همون طوریه که تدریس میکرد. نصفش خنده‌دار بود و نصف دیگهش خرد محض بود. فوق‌العاده بود و برداشتش از انجیل بسیار لذت بخش بود. رسیدیم سر بحث عصر و صبح. من ازش میخواستم اینو بگه، ولی تو هم حتی به عنوان یک غیر مسیحی وقتی شروع به خوندن انجیل کردی در واقع دری رو باز کرد برای این که باور کنی که حقیقت داره، نه اینکه یه چیز اشتباهه. چطوری اینو متوجه شدی؟ برامون توضیح بده. خب من متوجه شدم که کلماتی که برای زمین و آسمان و روز به کار برده شده مسلماً معانی لغوی متعددی دارن، فقط به خاطر متن متفاوتی که پیدایش یک داره. برای همین تعجب نکردم که این در مورد عصر و صبح هم صدق کنه و گیج شده بودم که معنی واقعیش چیه. ولی با فرض اینکه روزها تنظیم شدن، عصر شد، صبح شد، روز 2، 3 و 4، گفتم حداقل معنی که میده میتونه این باشه که یک نقطه شروع و یک نقطه پایانی برای روز وجود داشته باشه. و بعد متوجه شدم که روز هفتم چنین عبارتی نداشت. و چیز دیگه‌ای که نظر منو جلب کرد واژه گذاری بود. عصر شد، صبح شد. چرا 2 تا فعل؟ چرا 2 تا مکمل فاعل؟ این ما رو به این فکر انداخت که شاید یک چیز خاص یا منحصر به فردی راجع به روزی باشه که اینجا داره توصیف میشه و به همین دلیل متوجه شدم که بسیار خوب، وقتی برای روز هفتم عصر و صبحی وجود نداره به این معنیه که ما هنوز در روز هفتم هستیم. همونطور که کایزرم گفت متون بسیاری در کتاب مقدس هست که به ما میگه ما هنوز در روز هفتم هستیم. خداوند در آینده بازم خلق خواهد کرد، وقتی خلقت جدیدی آغاز میکنه، ولی الان کار فعالیت خلقتش رو متوقف کرده و این منو به عنوان یک دانشمند هیجان زده کرد، چون الان راهی برای آزمایش خداوند داریم، چون خداوند به ما میگه الان کار خلقت رو انجام نمیده. پس در علم ما در عصر بشریت داریم فرایند طبیعی رو میبینیم، ولی قبل از عصر بشریت انتظار میرفت مثالهای خیلی زیادی از مداخله های ماورای طبیعی ببینیم.
به عنوان فیزیکدانان و اخترشناسان تفاوت بسیار زیادی بین چیزی که قبل از بشریت اتفاق افتاده و چیزی که بعد از بشریت اتفاق افتاده می‌بینیم و به نظر من این گواه محکمیه که خداوند کتاب مقدس قطعاً خالق همه چیز هست. دوستان امیدوارم از شنیدن این اطلاعات لذت برده باشید و هفته بعد ادامه خواهیم داد. از موضوع هفته بعد خیلی خوشتون خواهد اومد، چون میخوایم ببینیم در روز ششم چه اتفاقی افتاد. وقتی خداوند آدم و حوا رو خلق کرد، حداقل 8 تا 10 واقعه وجود داره که در اون روز ششم نشون داده شده و ما تک تک اونها رو بررسی خواهیم کرد و از شما خواهیم پرسید که آیا همه این وقایع میتونه در عرض 24 ساعت زمان اتفاق افتاده باشه و یا باید مدت زمان طولانی تری بوده باشه، و همچنین نگاهی خواهیم داشت به روز چهارم. آیا واقعا روزی بود که خداوند خورشید و ماه و ستارگان رو به وجود آورد، یا اینکه کتاب مقدس چیز دیگه ای میگه که به آیه اول اشاره داره که میگه در ابتدا خداوند آسمان ها و زمین را آفرید. اینا رو بررسی خواهیم کرد و میخوایم ببینیم که نظر زبانشناسان چیه و من فکر میکنم شما از این اطلاعات خوشتون میاد و امیدوارم که به ما ملحق بشین. ازتون ممنونم. روز خوبی داشته باشین.